ما ترک وطن کردیم به خاطر جانمان به خطر باشه، به خاطری که ما اینجا پناهنده بگین، به خاطر دکومنت اینو نآمدیم، به خاطر کارم نآمدیم. من شما 100% میفهمم. من شما را 100% میفهمم. من شما نمیگم. مثال شما اکو گرفته باشم، شما مبارزه بردستین کو هست آدمایی که تماما گفتی خودتون که دیگه تمام یاد وطن نمیکنن. ما همونی بیشتر آزادی. بله بله بسیار معذرت، ما قطعتون کردم. ما برای شما میگم که بعضی انسان هایی که مبارز نیستن اومدن همینجا در اروپا با احترام بین بعضی ها، اما در عموم اگر ببینیم اروپا اینقدر تاجیک بسیار آمدگی همین اوکراین کو پیش این با چقدر زیاد آمدگی، نه همه اینها مبارزه، شاید از همین ها 5% همین ها مبارز شده باشه، باقی هر کدومش آمده است به خاطر چی آمدی؟ جانم در خطر ای، چیکار کردی؟ خیلی مرا نمازخوانی نموندن، مرا فلانی نموندن. هر کدومش آمدگی دکومنت گرفتن، الله اکبر، دیگه همین مهری آخران تاجیکستان بلا در پست، مردم به سر قورت قطیم رحمانوفتو دیگه خطو میدونه، تمام دیگر کار دارن، اویلکوشون به یورا، ماشین خوبم دارن، زن شو آوردگیان، خلاصه زنی یکم دیم شو آوردگیان، پیشتر نگفتم که در لوبوفنیکوشون من گوش کردم، همه یورا ما فهمیدم، گوش کردم. یعنی که دیگه تصور کنین که نه همه اینا بگه مبارزن، اما انسان های انگوش شمار هستن که اونها بر همون عهدی که اونها کرده بدن وارد اروپا شدن، هیچ تغییرات در زندگی اونها، در مبارزه اونها، این پیشرفتی این حیاتی یعنی اروپا در مبارزه او هیچ تغییراتی نآوردن. تا امروز مبارزن، تا امروز ثابت قدمن، تا امروز در مبارزهشون استوارن، خدا کنه که در آینده هم استوار بمانند. یعنی که تصور کنین در اروپا خیلی انسان های زیادن، اکا ما با شماییم، اکا این به نام خدا کو آخه شعر اللهی، اکا ابچه آخه دیگر تو چیکار در مبارزه تو چی خیک ما همو یه مادر دارم ده، امو یه مادر دارم، امو خیلی که مادر او پیغمبر تولد کردگی همو همی باشه که همو مادر تمام دیگه باید ابچه دیگر مبارزه مادر ندارن، دیگر مبارزه خانواده هاشون فشار و شکنجه نمیشون. به خدا قسمه ای جای همین کسایی که همین گپا رو میگنن مرا شرم میاد، مرا کو شرم میاد. من میگم که چخیل میره زبانش میگرده که خیلی مثلا یک مبارز این سلمان خالیقوف چقدر بالای پدرش فشار، پدر مادر ایما کن نیستد، اما چقدر بالای سلمان خالیقوف بالای پدر مادرش فشار مجبور کردن بیا گبزه. بچه این سلمان اگر برای قدش ببینی شاید همون یک 60 باشه، به یک تای میبینی در اروپا که انا منا گردن شونه، انا منا شونه گبزنیش میبینی چلیکو ورتالیوت ریش انا میقه اعوذ بالله رحمانو گبزنی تمام در جوش میشینه. بچه من با سیاست کار ندارم، نیکی نیمی سلمان نمیشه. شاید حالی هدایت نشدین در راه راست خیر اکای حسین خیلی این فکری ما خیلی پروردگار اکو کسی در امی راه حقی خداوند اکو به حقشون برسونه. دیگر وقت شما را از این زیاد نمیگیرم، با شما با جانشین راهبر گروه 24 حسین اشرف در برنامه حق و باطل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتون.